اگر نیاز به پردازش‌های سنگین شبیه سازی یا تحلیل داده‌های حجیم در رشته‌های مختلف علمی داری، باید سخت افزارهای قدرتمندی رو برای این کار تهیه کنی. و این یعنی پرواز هزینه‌ها. اما تصور کن سروری از سخت افزارهای پرقدرت رو در کمتر از 1 دقیقه در مدرن ترین کشورها و با پرداخت بر اساس ساعت راه اندازی کنی. تصور کن CPU های 32 هسته‌ای، رم های 192 گیگی، فضای دیسک SSD 3 ترابایتی و ترافیک 12 ترابایتی ماهیانه. تصور کن بتونی تمام سرویس هاتو توسط فناوری خوشه سازی به هم متصل کنی تا با مجموع اونها سرعت محاسباتتو چند برابر کنی. تصور کافیه. تو کلادینو ثبت نام کن.